صبح‌ها که خورشید و گل اصحاب ناز پا میشن، جوانه‌های روستا راهی صحرا میشن، جوانه‌های روستا راهی صحرا میشن. چشاشون زندگی رو غرق امید میکنه، دستای نجیبشون خاک و خورشید میکنه. چشاشون زندگی رو غرق امید میکنه، دستای نجیبشون خاک و خورشید میکنه، خاک و خورشید میکنه، خاک و خورشید. اینجا روستای حصارچه است که در منطقه جرگلان خراسان شمالی قرار گرفته. بیشتر مردم اینجا ترکمن هستند. بچه‌های ترکمن هم مثل بقیه بچه‌هایی که توی روستا زندگی می‌کنن کارهای زیادی برای انجام دادن توی فصل تابستون دارن. باسط تو روستای حصارچه زندگی میکنه و پدرش وظایف زیادی رو به عهده اون گذاشته. اون هر روز که از خواب بیدار میشه یه برنامه منظم برای انجام کاراش داره. اول صبح با آب و دون دادن به مرغ و خروسا و بوقلمونای خونه که باسط از اون خیلی لذت میبره. بیشتر بچه‌ها این کار رو دوست دارن. باسط موقع دونه دادن به مرغ و خروسا دقت میکنه تا همه اونا خوب سیر بشن. جوجه ها باید توی فصل تابستون خوب غذا بخورن تا با رسیدن فصل پاییز و زمستون بزرگ شده باشن. باسط بعد از آب و دون دادن به مرغ و خروسا به طرف مزرعه راه میفته تا خوراک بقیه دامها رو هم به خونه بیاره. پدر باسط هر سال قسمت وسیع از زمین‌هاش رو ذرت می‌کاره تا بتونه علوفه لازم برای خوراک دامهاشون رو تأمین کنه. باسط سالهای گذشته برای انجام این کار به همراه پدرش به مزرعه می اومد. اما امسال که بزرگتر شده برای جمع کردن علوفه تنها به مزرعه میاد. بعد از جمع کردن ساقه‌های سبز و بلند ذرت، حالا نوبت حمل اونا رسیده. باسط این کار رو به سختی انجام میده. اما از اینکه بزرگتر شده و به تنهایی از عهده کار برمیاد لذت میبره. وقتی باسط توی مزرعه سرگرم کاره، خواهرش مینو هم وظایفی داره که باید
انجام بده. اون هر روز بوقلمون‌ها رو برای چرا به تپه‌های اطراف خونه میبره. بیشتر دخترای همسن و سال اون توی این منطقه این کار رو انجام میدن. بوقلمون‌ها با گشتن روی تپه‌ها و زمین‌های مختلف خوراک خودشون رو پیدا میکنن. گاهی وقتا بوقلمون‌ها دوست دارن خیلی از خونه دور بشن. اما مینو اجازه این کار رو به اونا نمیده. اون میدونه که دور شدن از خونه برای بوقلمون‌ها خطر داره و ممکنه بعضی از اونا گم بشن. بوقلمون‌ها خیلی شبیه هم هستن و برای اینکه با هم قاطی نشن هر کسی روی بوقلمون‌های خودش یه نشونی گذاشته. بعد از اینکه بوقلمون‌ها حسابی راه رفتن و سیر شدن، مینو دوباره اونا رو به خونه برمیگردونه. نزدیکای ظهر وقتی هوا خیلی گرم میشه، موقع آب دادن به گاوهاست. باسط این کار رو به موقع انجام میده. باسط بعد از آب دادن به گاوا تصمیم میگیره که اونا رو بشوره، چون گاوا توی چند روز گذشته حسابی کثیف شدن. باسط وقتی میبینه با آب گاوا خوب تمیز نمیشن، تصمیم میگیره از شامپو استفاده کنه. مینو این کار رو خیلی دوست داره و به کمک باسط میاد و هر دو با هم سرگرم شستن گاوها میشن. گاوا آب بازی رو خیلی دوست دارن، ولی مثل اینکه از شامپو زیاد خوششون نمیاد. باسط توی این کار حسابی ماهر شده و با سرعت کار شستن گاوها رو انجام میده. باسط از این فرصت استفاده میکنه و خودش هم آب بازی میکنه، اما خواهرش اصلا این کار رو دوست نداره. شستن بعضی از گاوها اونقدر سخته که باسط باید اونا رو بگیره و مینو کار شستن رو انجام بده. وقتی همه گاوا حسابی تمیز شدن، موقع علوفه دادن به اونهاست. باسط ذرت‌هایی رو که صبح از مزرعه جمع کرده بود به گاوا میده. گاوا که حسابی شسته شدن، حالا از خوردن ساقه‌های سبز و خوشمزه ذرت بیشتر لذت میبرن. بچه‌ها از هر فرصتی برای بازی کردن استفاده میکنن و علوفه دادن به گاوها هم فرصت خوبی برای بازی کردنه. اونا خوب میدونن که گاوا خودشون میتونن غذاشون رو بخورن، اما دلشون میخواد با دستای خودشون به گاوا غذا بدن.
باسط رسیدگی به گاوا رو دوست داره، چون این کار اونو به یاد اسب میندازه. باسط یه سوارکار ماهره و تا حالا توی چند تا مسابقه سوارکاری شرکت کرده و جایزه هم گرفته. تابستون پارسال باسط به محل نگهداری اسب‌ها می‌رفت. امسال پدر دست تنهاست و باسط باید بمونه و توی کار مزرعه به پدرش کمک کنه. Bien. باسط و دوستاش فوتبال رو خیلی دوست دارن. باسط توی ورزش فوتبال مهارت زیادی داره، اما سوارکاری ورزشیه که باسط بیشتر از هر ورزشی اونو دوست داره. باسط هر وقت کنار پدر و مادرشه دلش میخواد درباره علاقش به اسب‌ها صحبت کنه، اما میدونه پدرش با رفتن اون موافقت نمیکنه. Tahmin döktün mü? Asaktan paraza geldin mi? Joğuna geldin mi? Yükle eşeğe. Malına verdin mi? Edilettin mi Allah? Yudun mu? Yudum o. Hem mi efendim? Rıvayime, ulan sen tane ot verdin mi? He? İyiydi mi? Ha, hay tane verdik. Rıvayime tane verdik. غروب که میشه باسط پشت پنجره اتاق میشینه و به کارهای روزانش فکر میکنه و به کارهایی که فردا باید انجام بده.